2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. من درست نمیشم، جدی میگم چیزی حل نمیشه. نمیخوام تو رو هم بیچاره کنم. طبیعت ما خیلی فرق داره. بعد از این تو بزرگترین دشمن منی. تو رو خدا بگو کجا گذاشتی رفتی؟ متوجه هستی که ما عروسی داریم؟ عصر تو هم بخیر عزیزم. اول سلام بده، بگو گرگم چی کار میکنی، چی میخوری، فوراً جواب میدم. چون که این غذای سبزیجات با پنیر و قارچ با دستای خودم درست شده و دارم اونو میخورم. فقط نمیخوام زیاد ازش تعریف کنم چون اون یه اثر هنریه. میدونی چی میگم؟ خیلی خوبه. تو چی کار میکنی که اینقدر از کار فراری شدی؟ معلوم هست؟ من تو کل زندگیم هیچ وقت از کسی فرار نکردم به جز طرفدارم. فهمیدی؟ اونم بعضی وقتا مثل تو خستم. دارم دیوونه میشم، واقعا دیوونه میشم. ببین اول از همه ساکت میشی و به حرف من گوش میدی باشه؟ من اولویت بندی کردم. اون لباسی که برام فرستاده بودی از قد کوتاهی، باید اونو عوض کنم. یعنی میخواستم به سلما بگم ولی چون سرش خیلی شلوغه واسه همین به تو گفتم که این کارو انجام بدی. نمیخوام چیز دیگه ای هم بشنوم. فهمیدی؟ قطع میکنم دیگه نمیتونم با کل انجام بدم فعلا. میبوسمت. بای بای بای. براک چه شد؟ با سرعت رفت. دختر منم حالت هوا گرفتم. نکنه به خاطر باده. نمیدونم، منم دلم درد میکنه. ما چرا اینجوری شدیم؟ ای دختر ای وای. آی آخ آی نه 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 وای خدا. نهیر نه وای نه تو رو خدای خدا بگم چی کارت کنه. بیا بیرون دختر، دستشویی مهمتره. وای براک خواهش میکنم بیا بیرون. نمیتونم خرمه خیلی من. نه پسر حالم خوب نیست، میگم بیا بیرون تو رو خدا. نمیام. خدا به خدا خفت میکنم، نابود میشی به خدا. نهیر وای تو رو خدا بیا بیرون. نهیر دختر قسم میخورم از پایین تا بالا تحت فشارم. دختر تو رو هم از اینجا میفرستم. براک آی زینب تو بیمارستان چی کار میکنی؟ هیچی،
چند تا آزمایش داشتم، اونا رو انجام دادم، الان منتظر نتیجه شم. وقت داری با هم قهوه بخوری؟ حالا بعدم میخوریم. چند روز حالت بده، سعی میکنی مخفی کنی، ولی با این وضعیت فهمیدم اینجا چی کار میکنی. حالم خوبه. چقدر یه چیزی بزرگ میکنی ها. میخوای خودم برم از دکترا بپرسم؟ تو که منو میشناسی، اگه بخوام حلش میکنم. مشکلی ندارم، مزخرف نگو ای بابا. خب پس خودم میرم میپرسم. صبر کن، سرپا نمیشه اینجوری. بریم یه جایی بشینیم. خسته نباشی مادر بزرگ. ممنونم عزیزم. انگشتر رو ندادی؟ نه، امتحان کردم اما نگفت؟ نه نگفت. من نتونستم بپرسم. قبلا پرسیده بودی؟ اینقدر سخته؟ مادر بزرگ قبلا پرسیده بودم اما همچین اتفاقاتی نیفتاده بود. فکر کردم میترسه. راستش دختر قویه، نمیترسه و خوبم به نظر میاد. چه میدونم، من انگار ندونستم چطور بپرسم. امروز سعی کردم تو هتل ازش بپرسم اما نشد. این انگشتر رو به تو دادم چون که این یه داستانی داره. شما اصلا تعریف نکردی چه داستانی داره. تعریف نکردم چون این انگشتر قراره یه داستان دیگه داشته باشه پسرم. داستان تو حاضیران، یعنی قراره داستان حاضیران و پویراز رو داشته باشه. اگه حاضیران اینو میدونست شاید قبول میکرد. ممنون مادر بزرگ. میری؟ آره میرم، من بهت زنگ میزنم. باشه برو. آی. آلپر، باید خیلی زود با هم حرف بزنیم. بابام خبر داره؟ آره خبر داره. حاضیران چی؟ نه الان نمیشه، اون الان کلی مشکل داره. خب مثلا فکر میکنی الان بهش نگی اون نمیفهمه؟ خودت بهش بگی که بهتره. بهش نمیگی که مگه نه؟ اگه تو بهش نگی من بهش میگم، چون تا دیر نشده باید بفهمه. الان وقتش نیست آخه. تو چه حسی داری؟ آره من خوب شد. حال منم خوب شد. چقدر خوب. اون داخل خیلی وقت برای فکر کردن داشتم. صادق و تومه مریخیا میکنم، ولی این خیلی طول میکشه. صادق تموم نمیشه، مریخیا هم سیر نمیشن. واسه همین میخوام از شما شروع کنم، فهمیدین؟ والا هر کاری میخوای بکن، بدتر از این نمیشه. تو هم نتونستی گرکم رو بشناسی توت فرنگی؟ میفهمی من براک من حالم خوب نیست، میرم خونه باشه. چی بگم؟ تو حالت خوبه دیگه ها؟ آره من خوبم، تو برو. ببین آبجی حاضیران رفته شهرداری، اینجا رو میسپارم. باشه برو بابا. برو. نوش جونتون. ملیسا والا دمت گرم، روز عروسی مغازه رو باز کردی، جزیره رو دوتایی سرپا نگه میدنی. آفرین به تو، آفرین، واقعا به تبریک میگم. خیلی گلی به خدا. چی میخوای صادق؟ ملیسا جون میخواستی چی بگم؟ سلامتی تو رو میخوام، دل من برا تنگ شده. اصلا بیا بغلت. بهتره چاخان نکنی صادق، بگو چی میخوای ها؟ ملیسا این خانوم محترمو میبینی؟ نگاه کن که میخنده. این خانم محترم دوست دختر جدیدمه، یعنی دوست دختر جدیدمه دیگه. سلام بده بهش، خواهش میکنم. سلام ماده. سلام.
نه نمیفهمه، خارجیه. برای همین اومدم اینجا تو انگلیسی بلدی احساساتمو ترجمه کنی. تو رو خدا ازت باش. من فقط انگلیسی بلدم صادق. باشه اونم میفهمه. Do you speak English? Yes, of course. I'm English, but my friend is Dutch and German. Can you speak English or German? اوکی. خانم محترم اهل آلمانه، آقام اهل انگلیسه. تو به من میگی، منم به ایشون میگم، اونم واسه خانومه ترجمه میکنه. یعنی کار با من تموم نمیشه. اوکی الان فهمیدم. تکه چیزی الان فهمیدم. چرا باز اینجوری حرف میزنی؟ ببین اینجوری بهش بگو. چی بگم؟ آلمانا و ما ترکا دوستای خیلی خیلی ابدی و صمیمی هستیم. صادق بهتره رک بهش بگی ازش خوشت اومده، اینجوری که نمیشه. نه نمیشه فورا این حرفا بزنی که. چه کاری آخه ملیسا جان، چقدر ساده لویی. اینطوری بگیم که همچین عشقی که ندیده شده نشنیده شده. شاهزاده قصه هاست. اون میخواد ملکه من بشه. زود باشینو بهش بگو. تو رو خدا بگو دیگه، دهنمو گفت. بابا اغراق نکن، رو راست حرفتو بزن. بهش بگو من ازت خوشم میاد. خیلی خوب بابا بگو بابا. دوستم میگه از دوستت خوشش اومده. میشه ازش بپرسی اونم دوستش داره یا نه؟ Okay, sure. Es dagen tog keine Duschen, die Blippbahn ist gefüllt, Illudium in Vermaboste. Ich heiße Lexus, den Jodum Hitz. Du ist Schokolade Chile, aber Sambo Schokolade gidiyor. She said, think about that. چی گفت؟ بگو. اوکی. یکم فکر میکنه. چه فکری؟ ملیسا یعنی چی فکر میکنه؟ من به چی گفتم؟ گفتم ملکه و شاهزاده دیگه. عشقم گلم به چی فکر میکنی؟ به چی فکر میکنی؟ تو رو خدا مگه زمانی برای فکر داری؟ نگاه کن، دوز حاضر بز حاضر. خب فکر نکن، بیا بریم دیگه. بیا بریم به قلعه من. این جزیره برای توه. هر چقدر خاصی بکار و برداشت کن، هر گیاهی خاصی. صادق بذار یکم فکر کنه. دخترم حق داره اظهار نظر کنه، نمیشه که. یکم مدرن باش مرد. اینا اینجوری دوست دارن. اگه اینجوریه که اوکی مشکلی نیست. نو پرابلم. هی take it easy. خسته نباشی. Communism beschuldigt de Azabaklut zubene. Oh, sure. We want to spend time alone together, so please he don't come. باشه گفت کام. باشه اومد. نه میگه نیا. ملیسا تو به اینا چی گفتی هان؟ نه تو منو از عشقم جدا کردی. یار من رفت با دیگری. یعنی چی با هم رفتن؟ ملیسا تو چی گفتی که اینا با هم یه دفعه جفت و جور شدن؟ تو رو خدا من قبول کردم. باشه صادق باشه. بیا بشین، یه کمی آروم باش. این کارا که با عجله حل نمیشه. تو بشین من بهت یه چایی بدم. آروم. ببین اگه سراغ منو گرفت من نیستم. باشه ملیسا چی کار میکنی ملیسا؟ قایم شدی؟ خیلی کارت زشته، خیلی زشته. مگه نه صادق؟ کارش زشت نیست؟ نه من یه چیزی گم کردم، دارم دنبال اون میگردم، پیداشم نکردم. مگه نه صادق؟ بله. عزیز دلم کافر رو ببند و بریم خرید. مادرم اینا خیلی وقت منتظرن، کلی کار داریم آخه. گفتی میخوام باز کنم دیگه، بس ببند بریم دیگه. صادق میشه حواست به مغازه باشه؟ اون حواسش هست، کارمند سیاره. البته من گفتم بازم ازت بپرسم، ولی نهیر با خبر نشه دخترم. باشه فعلا. مامان قراره از چی بی خبر باشم؟
آی نهیر خیلی ترسیدم. این وقت روز تو خونه چی کار میکنی؟ میشه جواب سوالمو بدی؟ میخواستی چی باشه؟ لباس و پارچه هست. میخواستم سورپرایزت کنم ولی نشد. تو این روزا داری یه کاری میکنی بالاخره میفهمم، ولی الان نمیتونم چیزی بگم، حالم بده. چی شده دخترم؟ چه مشکلی داری ها؟ مامان صادقه به در نخور هممونو مسموم کرده. چه مسمومیتی؟ این احمق مار پیدا کرده. مار میشه زده؟ مار چیه؟ قارچ جمع کرد به ما، قارچ داد ما هم خوردیم. من برم اینو در بیارم بعدشم دوش بگیرم. این چه حرفیه؟ نمیشه، باید بریم بیمارستان زود باش. من میرم بخوابم. دخترم این چه حرفیه؟ نهیر ای بابا. اوی پویروز، اصلا از تو یکی انتظار نداشتم. ببینم یعنی تو میگی نمیشه؟ یعنی چی نمیشه؟ عالی میشه، همه عاشقش میشن، مطمئنم. باشه پس عالیه، من قطع میکنم، خیلی کار واسه انجام دادن دارم. پویروز میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تو چرا منو بیازید تو انتخاب کردی؟ چه میدونم به جاش میتونستی صادق رو انتخاب کنی ها؟ صادق؟ البته دارم مثال میزنم چه میدونم، من گفتم حتما بیکارین واسه همین زنگ زدم. اگه نمیخوای خب نه معلومه که میخوایم. خب میخواستی چی بشه؟ بالاخره منو بیازید با هم دیگه دوستیم. خیلی خوب باشه، پس حرف میزنیم، میبینمت. باشه بابای. من که خیلی خیلی هیجان دارم. اگه خرابش کنیم خیلی بد میشه نه؟ آخه تو چطور میتونی چیزی رو خراب کنی؟ چطور؟ ببین چقدر شیرینه، عین عسل هستی، عسل. تو خیلی خوب ابراز علاقه میکنی، ولی یه خواهشی ازت دارم، لطفا منو این گربه لوس نکن. آخه تو با گربتم همینطوری حرف میزنی. وایسا نکنه تو به دردانه حسودی میکنی. چرا باید به دردانه حسودی کنم؟ اصلا بی خیال. ببینم تو نمیخوای جایی بری، کاری نداری؟ نه بیکارم. عالی شد، پس یه چایی بریز. باشه الان چایی میریزم. نه خاله جون، چیزی واسه نگرانی وجود نداره. اگه نهیر داره استراحت میکنه من سر نمیزنم، مزاحم نمیشم. من به خاطر مدارک هتل اومده بودم، الان میرم هتل. آره باشه میبینمت. ایدیل. حاضرم. سلام. تو به نظر خوب نمیایی، میخوای بری بیمارستان؟ نه، گفتم واسه شکست عشقی دارو دارین نداشتن، گفتم عمل کنین بردارین، ولی کاری نکرد. اگه وقت داری قهوه بخوری؟ مادر و دختر چقدر مثل همین. چطور؟ هیچی، همینجوری. ظاهرا هر دوتون خیلی قهوه دوست دارین. باشه با تو هم قهوه میخورم. بری. بخور مامان جون بخور، این حالتو خوب میکنه. دختر قشنگم، چرا از اینجور چیزا میخوری؟ آخه اتفاق بدی میافتاد چی؟ مامان من چه بدونم. برو توی تختت یکم استراحت بکن. نه همینجا خوبه، نمیخوابم. یکم دیگه باز میرم هتل. چرا میری هتل؟ تو خونه بخواب استراحت کن. حاضرانم اینطور گفت. مامان آخه تو نبوده من چطوری اون همه کارو انجام بدن ها؟ خودت که میدونی دیگه تا عروسیشون خیلی نمونده. خوب شد یادم انداختی. بذار به گرکم زنگ بزنم. گرکم سلما سریع حرفتو بزن، حال ندارم. اگه فور نیست قطع کن باشه. هی بابا چی شده؟ حتما فوریه که زنگ زدیم. چی کار کردی؟ دانتل لباسمو پیدا کردی؟ تو این دنیا چند تا گرکم هست ها؟ وان تک یکی چند تا هست سلما جون؟ تو رو خدا بگو اگه بتونم برم ردیف میکنم دیگه. تو رو خدا اذیت نکن. چقدر داد و بیداد میکنی؟ بگذاریم تو میتونی کارو حل بکنی یا نه؟ اینو بهم بگو. اگه تخمایی که صادق تو بدنم کاشته رو بتونم در بیارم میرسونم عزیزم. باشه زود قطع کن. این هم از اون قارچا خورده؟ تو یکمی استراحت کن، من یکم دیگه میام. تو میدونی با تو کجا رفته؟ نه نمیدونم. یعنی سهام هتل رو به نهیر داده بدون اینکه چیزی به کسی بگه رفته. یعنی ما هم خبر نداشتیم. گفته بود اون هتل رو برای هر دومون خریده. با تو رو میگی؟ آره. یعنی اگه با تو برای کسی همچین کاری کرده یعنی خیلی دوست داشته.
ولی به نظرم غیر از خودش کسی رو دوست نداشت. حتما میگی نمیرفت، یا اینکه میگی اگه میرفت منم با خودش میبرد. ولی این کارا اینطوری نمیشه. بعضی وقتا برای حفاظت از عشقت مجبوری بری. من تا حالا کسی رو به اندازه‌ای با تو دوست نداشتم. حتی پویراز، حتی اونو. باشه ولی نداره. یه نامه الکی برام گذاشت و رفت. البته با یه نی گذاشت. آره نی. چی میگی؟ باشه من انجام میدم. واقعا زشته که تو به دوستت شک کنی. چرا مثلا؟ داداشم تو نگران نباش، همه چی جوری که تو میخوای میشه، حتی بهترم میشه. خیلی خوبه. ببینین میگم واسه عروسی اصلا وقت ندارین، بعدن تو مشکل نیفتین به استرس بیفتین. نه عزیزم چه استرسی، ملیسا اصلا به عروسی اهمیت نمیده. میایم هر روز اینجا کافه رو باز میکنیم. چی کار میکردم؟ کل روز با خانواده تو میگشتم. باشه چیزی نگفتم که هر طور که تو بخوای. تو بهش اهمیت نده پویراز، خودم همه چی رو حل میکنم. باشه پس میسپرم به شما. اگه واسه عروسی به چیزی نیاز داشتین. داداشون نیازی نیست کاری بکنی دیگه. میخواستی چی کار کنی؟ هر کاری لازم بود کردی. خانواده منم اومدن حل میکنی. دمتون گرم، خسته نباشین. من رفتم، پس میبینمتون. به سلامت. نشونت میدم چجوری همه چی رو حل میکنم، حالا میبینی. ببینم کاری از دست من برمیاد. نه ممنون که گوش دادی. گفتم اگه تعریف کنم شاید بهتر شه، ولی انگار بدتر شد. بریم؟ باشه. حاضران یه سر به مامانت بزن. چرا چیزی شده؟ نه چیز خاصی نشده. به نظرم یه سر بزنی بد نیست. بالاخره مادره دیگه. ایدیل چیزی بهت گفته؟ نه چیز خاصی نگفته. بلند شو بریم. باشه بذار حسابو بگیرم بعد. ببخشید میشه حسابو بیاری؟ بله البته. آلپر این خیلی خوشگله، حتما بخریمش. دخترم از اون تو خونه است. کدوم خونه؟ تو خونه ما عزیزم، تو ازمیر. مامان جون اگه تو خونه ماست باید چی کار کنیم؟ من و ملیسا داریم برای خونه خودمون میخریم. پسرم من میگم بی خودی خرج نکنیم، معلوم نمیشه فردا چی بشه. شاید وسیلاتون رو جمع کنیم بیاین. هی میگم چیزی نگم ولی آروم باش. از وقتی اومدین دارین از زندگی کنار هم حرف میزنین. مگه من اسباب بازی هم که هر جا دلتون خواست با خودتون ببرین؟ من اینجا کار و زندگی دارم، همینجا هم زندگیمو ادامه میدم. ملیسا مامان اصلا اونطوری نگاه نکن. نمیدونم اینا رو از کجا میاری، اما ما با هم در این مورد صحبت نکردیم. حرف بزنین چی میشه؟ همه تصمیما رو شما میگیرین؟ همش تقصیر رأفته. دخترم نگفتیم که وسیلاتو جمع کن؟ بیا اونجا خونه توه. تازه اگه بیاین چی میشه؟ اینجا سختی میکشی. ملیسا آفرین ماما، آفرین بابا، آفرین. ممنون برای قهوه. این چه حرفی عزیزم؟ پس میبینمت باشه. سر میزنی دیگه مگه نه؟ به مامانت. ایدیل چی شده؟ تو چرا داری مدام اینو میگی؟ نه همین جوری دارم بهت میگم. میبینمت. میبینمت. باشه قبوله، درسته؟ اینجا رو باش، ما هم داشتیم سورپرایز آماده میکردیم. با این کار واسه ما دیده نمیشه جونت. فاتح چه سورپرایزی؟ چیزی نیست عزیزم، تو بی خیال شو. باشه هر طور که شما میگین. خیلی خوب، با این حرفم مشکلی ندارین؟ چه بدونم پویراز جون، من اصلا از این کارا بلد نیستم. گلم انجام میدی، من یه کمی تجربه دارم. با هم حل میکنیم. باشه پس اگه اینطور میگی. باشه پویراز بسپرش به ما. باشه عالیه، اما این بین ما بمونه. باشه کسی نفهمه. والا دهن من که قرصه. تو به فاتح بگو وقتی هیجان زده میشه جایی حرف نزنه. واقعا که سلم از دست تو. باشه من به شما اعتماد دارم. باشه پسرم، خداحافظت. میبینمتون.
خاله ببینم شما آماده این دیگه؟ آره پسرم، ما آماده هستیم ولی هنوز یکم وقت داریم. آره خاله داریم. باشه ما یکم دیگه میریم. میبینمت. نه عشقم اینجوری خوب شد. ببین پویراز ما رو تو چه وضعیتی انداخت. ولی خوب شد. ببینم شما دارین چی کار میکنین؟ میخواستی چی کار کنیم عزیزم؟ میریم یه گشت عاشقونه بزنیم. باشه پس منم میام. نه تو نیا. چی؟ دخترم تو نیا، مریضم هستی، بیرونم سرده. من وقتی اومدم برات یه ذره دمنوش درست میکنم. باشه استراحت. چه مریضی مامان؟ اینجور که معلومه انگار تو تب داری. شما دارین یه کارایی میکنین، من میفهمم، حواسم بهتون هست. ای خدا. بیرجیکه کمی آرومتر برو. من با این پاشنه بلنده از تو سریعتر راه میرم. زود باش بیا دیگه. وایسا گوشیم داره زنگ میزنه. زود باش بیا. اومدم. پویراز ما آماده ایم. باشه اصلا نگران نباش، اونجا هم آماده میکنیم. میبینمت. بابای. ملیسا زود باش بیا بریم دیگه. من نمیام. ملیسا یعنی چی نمیام؟ قول دادیم، همه منتظر ما. من نمیخوام با تو جایی بیام آلپر. باشه یه دونم. معذرت میخوام از طرف مامانم، از طرف بابام، از طرف همه. عذر میخوام ازت. خوب شد؟ خوب نشد. به نظر تنها مشکل ما خانواده هامون هستن آلپر؟ بله. مگه ما مشکل دیگه هم داریم؟ بیریجیک. اوف ملیسا بازم بیریجیک؟ تا وقتی نگی بین تو و بیازید چی شده رابطه ما درست نمیشه. عزیزم خودت میدونی چی شده، دیگه چیزی نشده. یعنی چی؟ چطور میتونیم به خاطر اشتباهی که تو دبیرستان انجام داده اینقدر طولانی محاکمش کنیم؟ تو اصلا اشتباه نکردی، ما اصلا اشتباه نکردیم. تو دبیرستان از اتاق مدیر پول دزدیده؟ خب شاید نیاز داشته، شاید هم برای خوشگذرونی بوده. امکانش نیست؟ اشتباه دیگه، هر کسی میتونه اشتباه کنه. راستشو به هم بگو آلپر. میگی بیریجیک نیست، پس چیه؟ باشه میگم. بیازید بعد این ماجرا از مدرسه اخراج شد، چون اینجا دیگه مدرسه‌ای نبود مجبور شده بره استانبول. میدونم. واسه همین وقتی شنیدن که پول دزدیده شده همه رو گشتن. کل پول تو جیب بیازید بود. خدایا دارم دیوونه میشم. من اینا رو میدونم، چرا داری تعریف میکنی؟ اون پولو من دزدیدم. من اون پولو دزدیده بودم. وقتی شنیدم میخوان همه رو بگردن خیلی ترسیدم. نمیدونستم چی کار کنم. رفتم تو جیب یه کت گذاشتم. اگه کت بیازید بوده. بعد اون اتفاق نتونستم به کسی بگم. یعنی از یه نظر من زندگیشو نابود کردم. بدتر از اون اینه که انگار اون همه چیو میدونست ولی هیچی نگفت. من واسه همین هر بار اونو میبینم نمیتونم تحمل کنم. وقتی میبینمش طوری به هم نگاه میکنه که انگار میخواد بگه میدونم. آلپر. ملیسا واقعا هنوزم همچین کسی رو دوست داری؟ واقعا میخوای با همچین کسی ازدواج کنی؟ بیا اینجا. بیا. حاضرم. واسه یه سورپرایز دارم، با من میای؟ چه سورپرایزی؟ مراسم رقصه؟ من اصلا حال رقصیدن ندارم پویراز. باشه حاضران، میگم سورپرایز دارم، ببینم تو واقعا میخوای خرابش کنی؟ منم دارم بهت میگم چه سورپرایزی. ای بابا من خستم، میخوام بخوابم، اصلا حال خوشگذرونی ندارم. بابا میگم سورپرایزه، اگه تعریف کنم که دیگه ارزشی نداره. زود باش دیگه، دلمو نشکن. باشه ولی بذار لباسمو عوض کنم. باشه بیرون منتظرتم، زود باش. باشه برو. پویراز چی شده؟ باز منو کجا آوردی؟ یکم صبر داشته باش، بیا مراقب باش. منو ببین اگه کار بدی بکنیم میرم، گفتم که بدونی. باشه یکمی صبر داشته باش حاضران.
مراقب باش. آروم آروم بشین. خوب. صبر کن، فعلا بازش نکن باشه. اومدیم دیگه، چی کار میکنی؟ ازت یه چیزی میپرسم. روزی که آشنا شدیم و یادت میاد؟ فکر کنم به زور یادم بیاد. به زور؟ پس بذار من یادت بندازم. مخفیانه وارد کارخونه من شدی. ببین انگار کم کم داره یادم میاد. داره خوبه، خیلی خوب بود. وقتی که تو رو دیدم گفتم یه جوری وارد زندگیم میشه. بعدش چند بار دیگم دیدمت، گفتم وارد زندگیم میشه و واسه همیشه میمونه. میدونستی که منم اون روز برای یه لحظم که باشه فکر میکردم بتونم تو این جزیره کوچیک زندگی کنم. حاضرم. خیلی چیزا هستن که لازمه یادت بیارم. احتمالاً طور دیگه ای نمیتونستیم با هم باشیم. الان کجا اومدی؟ آماده ای داستانمون رو تماشا کنی؟ الان نگاه کن. پویراز چی شده؟ تماشا کن و ببین. بیرجیک ببخشید، شما اینجا چی کار دارین؟ هیچی راستش من همینجوری اومده بودم اینجا بگردم. وقتی دیدم اینجا یه مکان تاریخیه خواستم خوب اینجا رو ببینم. الان داشتم میرفتم. دقیقاً انتظار چی رو داشتین؟ زنهای جزیره که با پاشون زیتون له میکنن؟ اونا اینجا نیستن. ما هم مثل شما تو قرن 21 زندگی میکنیم. اونو فهمیدم. به لطف محبتای شما و دوستاتون مهمون نوازی آدمای جزیره رو هم دیدیم. فقط ما به کسی که بدون اجازه وارد میشه مهمون نمیگیم. اولا که من بدون اجازه وارد نشدم، با تور اومدم. بعدش هم بهتره بدونی وقتی که من اومدم اینجا کلی آدم بود. پس من چرا فقط شما رو اینجا میبینم؟ همشون رو بیرون کردم. اینجا ملک شخصی هست، مکان توریستی نیست. تور لیدر شما رو گول زده. نمیدونستم. با توجه به این که الان فهمیدین، شنیده بودم صاحب این کارخونه خیلی مرد خشنیه و البته خیلی هم خوششانسه که یه کارمندی مثل شما کنارش داره. به نظر منم خیلی خوششانسه. باز چیه؟ یه چیزی بپرسم. اگه درباره کارخونه میپرسی قبل از میلاد ساخته نشده. اونو فهمیدم. تور لیدرم یه دروغگوه. ولی میخوام بگم من اینجا به جز بوی پونه یا استخوادوس یه بوی دیگه هم دارم حس میکنم. اون بوی روغن زیتون هست که داخل بعضی گیاهان نگهداری میکنیم. یه جور بوی تند و معطر و البته رمانتیکی. اینه؟ این عرق رازیانه است. من اینو قبلا نشنیده بودم. آفرین آفرین. خیلی خوب بود. فکر خوبی کردی. خیلی خوشحال شدم. پویراز عالی بود. چطوری تو رو عاشق خودم کرده بودم افتاده بودی دنبالم. برو بابا، خودم دیدم چطور از پشت سرم نگاه کردی. صدات زدم چون که عصبانی بودی. خواستم بهت هشدار بدم دیگه. میخواستی چی باشه؟ آها آره حتما به خاطر چیز دیگه ای نبود. نه داستان ما همین قدر نیست، میدونی دیگه، درسته؟ نه نیست. تماشا کن. یعنی چی؟ ادامه داره؟ تماشا کنیم. خاله تو خوبی؟ آره با تو بهترم. انگار یه چیزی شده. کابوس دیدم. چه کابوسی؟
مهم نی، با تو همه چی رو فراموش میکنم. این چیه؟ اینو به چشای خوشگلت میبندم. باشه. حزیران فاتح بذار من ببندم. ببندم. کمکت کنم دیگه با؟ من میبندم. باشه با ببند. میبندمش. یعنی میگی سورپرایز داری ها؟ باشه. الان فقط بهم اعتماد کن. تعقیبم کن، میخوام ببرمت یه جایی. باشه. خوبه. آره باز ادامه بدیم. خب رسیدیم. باشه. یه هوای عالی. خورشید از لابلای کوها داره کم کم طلوع میکنه. فقط خیلی کنجکاو شدم. نترس من اینجا، ارزش انتظارو داشت. باز میکنم. باشه. فاتح آی پایران. خیلی خوشگله، یعنی زیباترین چیزیه که توی عمرم دیدم. البته بعد از تو. یعنی بعد از تو. اینجا همیشه تنها می اومدم، واسه فرار از کابوسام، واسه اولین باره که با یکی میام. نکنه اون شخص خاص منم. اطرافمون کسی رو نمیبینم. امروز اولین روز ماست. عده زیادی هستن که نمیخوان ما با هم باشیم. اذیتمون میکنن، ما رو تو دردسر میندازن، واسه جدا کردن ما هر کاری بتونن میکنن. اما ما جدا نمیشیم، ما بیخیال نمیشیم و مبارزه میکنیم. دقیقا همینطوره. اونا هر چقدر بهمون فشار بیارن ما محکم‌تر هم دیگر رو بغل میکنیم. بله. ولی انگار باز چیزی شده و تو بهم نمیگی ها؟ هیچکی و هیچکس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. اینو بدون حزیران. میخوای این لحظه رو جاودانه کنی؟ میخوام. پس اینجا بیا ببینی. بله. لبخند بزن ببینم. آره یکم این طرف. آره لبخند خوشگل. آماده ای؟ بله. دیگه اومدم. چی شد؟ تموم شد؟ همینقدر بود؟ به نظر تو هنوز تموم نشده. یعنی چی؟ هنوز تموم نشده؟ ادامه بدیم. واقعا؟ وقتی ابتدایی بودیم شروع کردیم. اون موقع خیلی بچه بودیم، خودمون نمیتونستیم بیایم. وقتی بزرگ شدیم خودمون اومدیم. من و بیریجیک حتی واسه غذا خوردنم دوباره یه جا نمیریم. خسته نمیشین یه کارو مدام انجام میدین؟ چرا باید از کاری که دوست داری انجام بدی خسته بشی؟ ما دوتا واقعا خیلی متفاوتیم. یعنی اونقدر متفاوتیم که دوستیمون مثل یه معجزه است. البته تو معجزه رو باور نداشتی. باور نداشتم، ولی انگار میخوام باور کنم. مخصوصا این اخیراً. تو چی؟ تو باور داری؟ میخوام باهات راجع به یه چیزی حرف بزنم که دیشبم میخواستم بهت بگم. من ای وای الان هاکانینا میان. چادر هم هنوز باز نکردیم، حتما مسخرمون میکنن. چی شده؟ مشکلیه؟ از دیشب تا حالا چیزی عوض شده که من نمیدونم؟ نه. میخواستی چی بشه؟ چه میدونم، انگار وقتی میخوام باهات حرف بزنم ازم فرار میکنی.
فرار نمی کنم، وگرنه نمی اومدم بالای این کوه. حزیران، من خیلی دوست دارم. پویراز، منم تو رو خیلی دوست دارم. با من ازدواج میکنی؟ بله. من خیلی ممنونم. همه چی واقعا خیلی زیبا بود. همتون خیلی خوب بودین. واقعا دست همتون درد نکنه. من چطور بازی کردم؟ قبول کنین یه پا آلپاچینو هم. من که خیلی هیجان زده شدم. عمو فاتح، به نظرم تو باید بازیگر بشی. شدنیه؟ چرا که نه؟ همتون خیلی زیبا بودین. حزیران، من برای اولین بار تو زندگیم همچین کاری میکنم. میدونی منم فقط تو ابتدایی یه بار رو صحنه رفته بودم. آها، حتی نقش درخت رو بازی کرده بودی. خیلی هم خوب رو ببین. مگه دروغ میگم ها؟ حزیران، اگه به خاطر تو نبود هیچ وقت نمیتونستم همچین کاری بکنم. تو چطور تونستی همه رو قانع کنی پویراز؟ خب منو دوست دارن، انگار میخوان از شر تو هم راحت شن، میگن ازدواج کنه و بره. چی؟ واقعا اینطوریه؟ این چه حرفیه که میزنی؟ تو نور چشم مایی. همیشه کنارمون باش. خوشبخت بشید حزیران، همیشه بخندیم. ما دیگه بریم، خیلی دیر شده باشه. خاله لطفاً بگین سورپرایز چی بود بعدش برید. این چه حرفی؟ آدم میتونه فوراً بگه یکم کنجکاو شید. خاله چی شده؟ چه سورپرایزی؟ شما در واقع باید سورپرایز منو بشنوی. معلومه که همه یه چیزایی دارن، ولی واسه من خیلی خوبه. خیلی خوبه. مامان جون، مامان چی شده؟ این داروها چی هم؟ دکتر یه تشخیصی درباره سلامتیم داده، ولی بیماریم خیلی آروم پیش میره. واسه همین امیدوارم مراقب غذام باشم و قرصامو به موقع بخورم. یعنی مشکلی نیست، میدونی اصلا مشکلی وجود نداره، نگران نباش.
مامان تو چی میگی؟ چه تشخیصی؟ چه بیماری؟ چه دکتری؟ این بیماری اسمش کنه، درباره سیستم ایمنی معده است، ولی واقعا مشکلی نیست. نه واقعا مشکلی نیست، واقعا دارم بهت میگم. مامان یعنی چی؟ تو چطور تا حالا اینو به من نگفتی ها؟ چطور؟ من نخواستم ناراحتت کنم، دوست ندارم ناراحت بشی. باشه الان در این باره حرف نزنیم. باشه تو حتما خوب میشی، من همیشه کنارت میمونم، با هم از پسش برمیاییم. باشه من میدونم، من حلش میکنم، من خوب میشم. باشه نگران نباش و ناراحت نشو لطفاً، خواهش میکنم از مامان. راستشو میگی درسته؟ چیزی مخفی نمی کنی؟ نه به خدا بیماری مهمی نیست، به من اعتماد کن، راست میگم. بیا اینجا خوشگلم، اصلا ناراحت نشو، قربونت برم عزیزم. بیا ببینمت خوشگلم. خب چی میخواستی به هم بگو ببینم. دیگه اصلا جدا از هم از خواب بیدار نمیشیم. صبح بخیر گفتنمون فقط واسه امروز جدا باشه. دیشب واقعی بوده؟ دختر صبونه آماده است. بارکم اومد. مادر بزرگ نوش جونتون، من باید برم. کجا میری؟ هی میرم. هنوز نگفتی چطور درخواست ازدواج دادی، نگفتی چطور حلقه رو دادی. مادر بزرگ در این حد تعریف کنم که اون انگشتر دیگه یه داستان جدید داره. یعنی از حرف خودم علیه خودم استفاده میکنی. باشه منم از حاضران میپرسم. باشه من واسه تعریف میکنم، ولی باید واقعا برم، خیلی کار دارم. میدونم به هم نمیگی که من اذیت نشم، میدونم، ولی لطفاً به هم بگو براتون چی کار کنم. بگو. اصلا اینطوری فکر نکردم، تو قراره خیلی کارا بکنی، ولی بعدم بهت میگم. باشه پویراز آیتن نمیاد. میدونم به من زنگ زد. چه میشه کرد مادر بزرگ، مثل سابق خودمون میمونیم. نوش جونتون. به سلامت. اگه چیزی نیاز شد به هم زنگ بزن. باشه عزیزم. باشه چشم. صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر مامان جون. اومدی؟ آره ولی به خاطر حرفای تو نیست. صبح بخیر دخترم عزیزم. صبح بخیر. برای تو هم بریزم؟ ممنون. من نی هستم. اگه هنوز غیبم زده امروز پیدام کن. استانبول خستم کرده، فردا به یه جزیره دیگه میرم. شمارش معکوس شروع شد. تیک تاک تیک تاک. پاتو بازم اون یاروه؟ لطیف لطفا حرف نزن. بابا ببین حرفمو گوش کن. ببین عزیزم، من خیلی دوست دارم، خیلی. تو بعد از مرگ مامان به زندگیت ادامه دادی، اما من میدونم چقدر اذیت شدی، چقدر درد کشیدی. شاید اگه زینبو پیدا نمی کردی زندگیت همینجوری پردرد ادامه داشت. بابا ببین من تا به امروز هیچی بهت نگفتم، اما قشنگ درکت کردم. الان نوبت توئه که منو درک کنی. بذار حرف بزنم، حرفمو گوش کن، شاید بهتر بتونی منو درک کنی. هیچ جا نمیری ادیل، هیچ جا نمیری، فهمیدی؟ معذرت میخوام بابا، ولی من میرم با تو رو پیدا کنم. ادیل لطیف ولش کن. ول کنم که زندگی خودشو نابود کنه؟ بشید. عمو لطیف میدونم که دخالت کردنم درست نیست، اما اگه نگمم نمیشه. الان اگه ایدیلو ول نکنی پشیمون میشی. ببین اون تو رو از زندگیش بیرون میکنه و دیگه نمیذاره واردش بشی. واقعا اینو به جون میخری؟
یا بهش میگی وقتی برگشت اینجا در خونه به روش بازه و باباش همیشه منتظرشه. لطفاً خوب فکر کن و تصمیم بگیر. ایدیل، بابا نمیتونم اجازه بدم اینجوری بری. ببخشیدم اون پشیمون نمیشم. بهتره همدیگر رو ناراحت نکنیم. نه من نیومدم تو رو منصرف کنم، اومدم تو رو بدرقه کنم. چطور؟ فقط یه چیزی میپرسم ایدیل، یه چیز. خوشبخت میشی؟ قول میدی که خوشحال باشی؟ نمیدونم، اما یه چیز خوب میدونم. اگه الان نرم ممکنه بعدن از خودم بپرسم خوشبخت میشدم. شاید اذیت شم، نمیدونم، ولی نمیخوام بعدها بگم کاش که این کارو کرده بودم. نمیتونم بگم درکت میکنم. باور کن خیلی ناراحتم، چون دارم به دخترم، به عزیز دلم، به جگر گوشم عین غریبه ها گوش میدم. بابا من ایدیل لطفا اجازه بده حرفمو بزنم. تو کل زندگیم سعی کردم آدم عادلی باشم، ولی الان میفهمم که وقتی موضوع فرزند آدمه میشه برای اونا چیزی که فکر میکنیم عادلانه نباشه. برای همین من الان باید از اون باری که روی ترازوی خراب هست خلاص شم. باید اون خودخواهی خودمو بندازم دور، وگرنه دخترم، توی عزیز دلم دست میدم. نه بابا جون، نه عزیزم، امکان نداره منو از دست بدی. دیگه هیچ وقت این حرفو نزن. بعد از اینکه مادرمو از دست دادم، بعد از رفتن مادرم میدونی من چی کار میکردم؟ هر شب قبل از خواب می اومدم بالا سر تو اتاقت، چون می ترسیدم تو را مثل مامانم از دست بدم. می اومدم ببینم تو جایی رفتی یا نه. می اومدم اتاقت بهت نگاه می کردم، بعد که مطمئن می شدم خوابی می رفتم تو اتاقم. آره من میخوام برم، اما من به خاطر دلم میرم بابا. من از اینجا میرم بابا، از پیش تو نمیرم. تو منو از دست نمیدی بابا. دخترم، اگه یه روز بخوای برگردی خواهش میکنم اینو بدون اینجا خونه توه. اون روز هیچی ازت نمیپرسم. باشه دخترم، فقط میگم خوش اومدی، بغلت میکنم، میبوسمت. برای همین
الان میخوام جوری مشقت کنم انگار میری مسافرت. اون موقع انتظار برای برگشتت راحت تر. بابا باور کن دلم نمیخواست برم، اما هرچی فکر میکنم راه دیگه ای نیست. ممنون که راضی نبودی ولی قبول کردی. تو اصلا گریه نکن، اشکاتو پاک کن. بعد از اینم قول بده گریه نکنی، باشه؟ همیشه خوشحال باش. قول میدم، قول میدم بعد از این همه خوشحال شد. وقتش رسیده، زود باش، یه نفر منتظرته. بابا ایدی زود باش بابا. عشقم، کارت کی تموم میشه؟ منم اینو اتو میزنم، هنو نپوشیدمش چروک شد. فاتح این چیه؟ گفتم اینو بپوش یکم رنگی باشه. واقعا اصلا وقتش نیست، میشه بری اون بلوزی که انتخاب کردم و بپوشی؟ باشه اخشم. مامان این چیه ها؟ دخترم چون سیاه دوست داری دوختم برات. مامان آخه این چیه اینقدر زرق و برق داره؟ من اینو نمیپوشم. خود دانی عزیزم، برو یه چیز دیگه بپوش. داداش فاطمه میشه یه کمی سمت راست بری؟ خوب شد؟ صبر کنی. نمیتونین این عروسی رو بگیری، یعنی بدون من. ولی خیلی بانمک بودم ها. اسممو زیر کفش کدومتون بنویسم بچه ها؟ بگین زود باشین. پیدا کردم، زیر کفش صادق می نویسم. قبل از اینکه از این اتاق بره بیرون پاک میشه. الان واقعا این صحنه رو نادیده بگیرم؟ چی کار داری میکنی پسر؟ زود باش. گرگم چیکار کنم؟ این کفش تو پای من جا نمیشه. خب قد بلندم، پا گندم، اگه با یک کفش درست حسابی از این اتاق بیرون نری به پات نعل میبندم. ببینم خوشتیب مهمونا اومدن یا نه؟ تو هستن، کم کم میان. خیلی خوشتیب به نظر میایین. گفته باشم کت شلوار خیلی بهت میاد باشه، ولی بعد برات ابراز تأسف میکنم چون بدون من نمایش برگزار میکنی. بله گفته باشم. آلپر مثل ستاره‌های هالیوود هستی. آفرین، خوب شدن. عالیه. فاتح جون اینکه موهاتو سمت چپ شونه کردی خیلی خوب شده. باشه جیگر. ساقه بیازید جونم، بازم این رعد و برق میدرخشی. عالیه. به من کی؟ حرفی برای زدن پیدا نکردم، من بیرونم.
من اومدم. خوش اومدی. خیلی ترسیدم که نتونم به موقع برسم. ببین آی چطور شده ها؟ خیلی خوشگله. بله خیلی خوشگله. خیلی پسندیدم. شما چی کار میکنی؟ کم مونده خاله، داریم حاضر میشیم. شما خیلی خوشگل شدین. خیلی خوب، آماده ایم دیگه. حالا چیز ایدیل؟ لطیف ایدیل رفته ها؟ درسته، نمیتونم عادت کنم. در قفل کن بریم. باش. تو سردت میشه، صبر کن برات لباس بیارم. صبر کن. لطیف تو نباید دیر کنی. زود باش ببینم، زود باش. خوبه رومیزی خوشگله. خوش اومدین، صفا آوردین. خوش اومدین دخترا. چقدر خوشگل شدین. آفرین، عالی به نظر میرسین. عمل کردین؟ واقعا. بفرمایید. اوه عرفان جون، چطوری گورکم؟ خوش اومدی. ممنونم رفیق. خوش اومدی لیلا. سلام. اصلا از این مرد خوشم نمیاد. بیا ببینم. بیا این خیلی رو مده، ولی ای کاش با پارچه رومیزی نمیدوختی. برو بشین عزیزم. بله قربان، بله زود باشید. خوش اومدین. بفرمایید. به خدا بهت مرگ موش میدم تا نسلت منقرض شه. برکم چرا خدا کاری به کارم نداشته باش. من همینجوری شکست عشقی خوردم. آخه تو کی هستی که بخوای عاشق شی چاقالو؟ ای خدا به خدا که اینا اینجا نبودن یه کاری باهات میکردم که دیگه عاشق نشی. ای خدا. زود باش. نه نمیخوام. برو ببینم میتونی یه جای قایم شی یا نه. وارد یه سوراخ موش بشو. چطور میخوای وارد سوراخ بشی؟ امیدوارم نتونی بیرون بیای. نه خوشتیپمونم اومد. وضعیت رو ببین. تو رو خدا نگاه کن. حالا چرا پولکی نگاه کن. تو رو خدا درخشان. آفرین به تو. میدونستم مسخرم میکنی. چی کار کنم؟ خب مامانم دوخته. برای اینکه ناراحت نشه گفتم بپوش. خیاط سلما، خوش اومدی. از دست تو گورکم. بگذاریم. من برم چراغا رو روشن کنم بعدش. زود باش برو روشن کن. برو شیطون کوچولو برو ببینم. سلام، خوش اومدین. آیسون دختر اون روش چیه؟ آلپر اگه اون روز اونجا نبودم باور میکردم، اما اونجا بودم، خودم دیدم. پایراز تو رو خدا اینطوری نکن دیگه ها. جوری که تعریف کردم شد تو دبیرستان بودیم. حتی بپرسیم بیازیت هم اونجا بود. چی میگی؟ چرا بپرسم؟ با چشمای خودم دیدم. یادت میاد اون روز از روی دیوار افتاده بودی؟ شاید سرت جای خورده و فراموش کردی. درسته سرم یه جای خورد، ولی تو بازم امروز منو اذیت نکن. خب روز عروسیمه دیگه. باشه امروز کاری باهات ندارم. هیجان زدم. فقط خیلی دیر شد. یه سری به اتاق دخترها بزنیم وگرنه خبر نمیاد. آره درسته دیر شده. بهتره بریم دنبالشون. بیا خوشتیپ شدی نگرانم. شب خوش. حالتون چطوره؟ خوبه؟ خوش اومدید. خیلی ممنون. بله درباره بلوز مشکل پیش اومده. چه بلوزی؟ به خاطر داداش فاتح دیگه. با بلوز شروع شده، بعدش هم ادامه دار شده. آروم آخه چیزه همون لطیف اینام اومدن ولی الان منتظرن. چی کار کنی؟ باشه من حل میکنم. تو زود باش برو. آروم باش. صدا میاد؟ بسیار خوب، پس شروع میکنیم. خیلی خوب، عالیه. بله اهالی جزیره خیلی خوش اومدین. یعنی امشب اینجا جمع شدیم که یه عروسی یه زوج خیلی خوشبخت رو جشن بگیریم. میدونین که من قراره روند برنامه رو به شما اطلاع بدم. اول از همه عقد میکنیم، بعدش موسیقی و رقص و از این حرفا. اغراق نکنید، خیلی بانمک میشه. باشه خیلی کاری نکنید که مردم بهتون بخندن. اول مراسم قدردانی داریم، بعدش هم
یه مهمونی اساسی میگیریم. بله تمام مردم شاید دعوت نشده باشن. بله جناب شهردار متاسفانه همینطوره. من بین جوونا هستم، گفتم که بدونید. بگذاریم. عروسی ها همیشه مایه این ناراحتی من میشن، یعنی به خاطر کار این دور زمونه از زندگیتون به هیچ وجه فراموش نکنین، وگرنه یه روز سر این میز عقد حتی نمیتونید شاهد باشید. به خدا نمیذارن شاهد باشید. این درباره من نیست، من با کارم ازدواج کردم، برای همین میگم. برای آخرین بار اینو میگم که یادتون بمونه باشه، من کت و شلوار نپوشیدم. این ربسکه‌ای هم که تو کیفتون هست و به خونه نبرید، دم در هستم، از همتون میگیرم، نمیتونید اونا رو بذارید و ببرید. بله آبروریزی هم نکنید تو رو خدا. الان حواسم هست بهتون باشه، حواسم خیلی هست. قربان الان شهردار جزیرمون قراره با شما صحبت کنه، دعوت میکنم بفرمایید. خواهش میکنم شهردار عزیزمون. بله به محضر شما پویراز و حاضران رو دعوت میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم دعوتشون میکنیم. و اینم پویراز و حاضران، بفرمایید. بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بله بفرمایید. البته الان لحظه ای که منتظرش بودیم سر رسید. این زوج عزیزمون آلپر و ملیسا، نگاه کنید چقدر زیبا هستن، دو کبوتر عاشق. واقعا زیبا هستن. به 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 به، چقدر زیبا. من چقدر حرف میزنم. ای خدا زود بشی سر جاتون بشین. بفرمایید قربان بفرمایید. ممنونم. مهمانای عزیز به مراسم عقد خوش آمدید، به افتخار خودتون. جوانهای عزیز جزیرمون، خوندن خطبه عقد ملیسا آلپر باعث خوشحالی بود. از شاهدای عزیزمون که این هتل زیبا رو باز کردن تشکر میکنم. حاضران و پویراز، دوستان اگه آماده هستین شروع میکنیم با اجازه. آلپر. بله. این اون نیست. فعلا به اون لحظه نرسیدیم، یکم جوگیر شدم. خب جوانای یکم هیجان دارن. آره. یه بار دیگه میپرسم، آلپر جون تا تو رو بیشتر از این منتظر نذاشتیم، خطبه عقد شروع کنیم. ملیسا آیان دختر منکشه و اسمت، آلپر پسر یوکسل و رفتو به عنوان همسرت قبول میکنی؟ بله. تو آلپر پسر یوکسل و رفعت، ملیسا آیان دختر منکشه و اسمتو به عنوان همسرت قبول میکنی؟ آلپر. بله. حاضران و پویراز، شما به عنوان شاهد هستید. بله. امضا بزنید پس. ما میتونستیم جای اونا باشیم، میدونی دیگه. وضعیتو که میدونی. حاضران. خیلی خواب بلند شید. منم با تکیه به قدرتی که شهرداری جزیره
کلنگیچ به من داده شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. براوو. پاشو فشار بده. ها؟ آخ پام از دست تو ملیسا. خب معلوم شد رئیس خانواده کیه. دفترچه عقدو میدم به ملیسا. میتونی عروس رو ببوسی. اوه بچه ها تبریک بگم. خوشبخت باشید. ممنون. خوب باشید. تبریک. ممنونم. مبارک انشاءالله. مبارک. دختر ماما عزیزم جانم. دکتر مزن نکنی. ممنونم. خوشبخت بودم. خوشبخت. ببخشید میشه به حرفای من گوش بدین؟ چی میخواد بگه؟ یه عقد سورپرایزم داریم. خاله سلما جون و داداش فاتحه عزیزم، شما همیشه کنار ما بودید. خیلی شما رو دوست داریم. خوشحالیم که هستیم. یعنی چی؟ گفتیم که تو رو سورپرایز کنیم. خوشحال نشدی؟ خیلی بلایین. مگه میشه خوشحال نشد؟ بیایم بریم ببینیم. یالا. بجه نه. الان بجه نه بشی. دیگه بشین. آمدیم. به مراسم عقد سلما کوکنر و فاتح قهرمان برسیم. با توجه به چیزی که اینجا خوندم شاهداتون گرکم و نهیر هستن. اونا رو هم به صحنه دعوت دیگه چی؟ بفرمایید. تو خیلی سلما، تو پرنده شانس منی یا عزیزم. سنگین باشه. من با توجه به قدرتی که شهرداری بهم داده شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. براو. آفرین. پاشو یادت نره خاله. آخ این چه رسمی آخه. میتونین عروس رو ببوسید. عشقم. عزیز فدای تو بازی نخواه. مشکله. خاله آلپر و ملیسا دارن تشریف میارن. من خودم این برنامه رو ریختم، ببینیم چی میشه. بفرمایید برقصید، خواهش میکنم. بفرمایید. سورپرایز. ما با هم دوستیم. یعنی با هم دوست شدیم. نه بابا جونم، واقعا میگی؟ ما اینو میدونستیم. از کجا میدونین ما که به کسی حرفی نزدیم؟ همه میدونن. مگه میشه نفهمید؟ همه؟ همه میدونن. خاله سلما،
ما با هم دوست شدیم. خب اینو میدونیم. چیو میدونیم؟ ما با هم دیگه دوست شدیم. میدونیم. همه میدونن. بیلی جی شما هم با هم دوست شدین؟ Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.